درود و به برنامه ما خوش آمدید. اخبار امروز سه شنبه 12 ایول را از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم میکنیم. در برنامه امروز نمایندگان کمیته دین میگویند در بستن حزب نهضت اسلامی نقش ندارند. فعالیت آنها در قلمرو جمهوری با قرار سودی عالی جمهوری تاجیکستان بسته شده. دادگاه عالی قرقیزستان حکم زندان یکمری عظیم جان اسکرف، یک حامی حقوق انسان را به اعتبار اعلام کرد و پروندهش را برای بازنگری فرستاد. رواج استفاده از تلفن‌ها و لوح‌های الکترونیک کار مادران تاجیک را آسان کرده است، ولی از طرف دیگر نگرانند که بچه‌هایشان آدمگریز نشوند. مقامات امریکا یگانه بندی تاجیک در بازداشتگاه گوانتانامو را به سربستان انتقال دادند. مقامات وزارت دفاع و امور خارجه امریکا در این باره روز 11 ایول خبر دادند. And since the issue is now public, I want to take this opportunity این قضیه به همگان معلوم شده است و با استفاده از فرصت من از سربستان و نخست وزیر از نام پرزیدنت اوباما اظهار سپاس میکنم که در تغییر مکان کردن سابق زندانی های گوانتانامو در قطار دولت های دیگری اروپایی سهم گذار شده است. این سهم اروپایی ها در بسته شدن زندان جزیره گوانتانامو قابل قدردانی است. محمدی دولت 38 ساله که تقریباً 14 سال عمرش را در گوانتانامو سپری کرده است، از مقامات امریکا خواسته بود او را به تاجیکستان انتقال ندهند، چون که به گفته محمدی ممکن است او را در وطن عذاب و شکنجه کنند. محمدی دولت فرستاد 2001 نیروهای امنیتی پاکستان با اتهام عضویت در سازمان‌های تروریستی دستگیر کردند و به امریکا سپردند. در گوانتانامو محبوسانی را نگه می‌دارند که در جریان عملیات ضد ترور در افغانستان دستگیر شدند. حکومت امریکا قصد دارد این بازداشتگاه را ببندد. فرودگاه کولاب که 2 ماه پیش در یک هفته 14 هواپیما را قبول و گسیل میکرد مثل پیشینه سیرادم نیست. بحران اقتصادی در روسیه و کم شدن سفر مهاجران کاری به آن کشور سبب شد شرکت‌های هواپیمایی روسیه پرواز در خط سیر کولاب مسکو را قطع کنند. از جمله شرکت سیبر ایرلاینز ماه مارس به سبب کم شدن مسافران از پرواز به کولاب دست کشید. ما قبول داریم در یک سوتکه در 24 ساعت حدودی 24 حیوانات را قبول کنیم خدمت رسانی کنیم. اگر اونها با میل و همین توجه کنند با فرودگاه ما و کشاندن مسافران با فرودگاه ما. رهبران فرودگاه کولاب روز 11 ایول در نشست خبری گفتند در این زمان در فرودگاه در یک هفته فقط 4 هواپیما را قبول و گسیل میکنند. درآمد صافی فرودگاه با کم شدن پروازها 3 برابر کم شده است. کمیته دینی تاجیکستان میگوید مقامات انتظامی به ضد 14 امام خطیب پرونده جنایی باز کردند. نمایندگان کمیته در این باره روز 12 ایول در نشست خبری در دوشنبه صحبت کردند، ولی نگفتند این روحانیان به کدام جنایت متهم می شوند. اما ماه پیش در ولایت سوخت 7 امام خطیب و دستیاران آنها را با اتهام عضویت در سازمان اخوان المسلمین به زندان محکوم کردند. فعالیت این سازمان در تاجیکستان ممنوع است. سربنازی روح الله همکاری ما در دوشنبه در این باره با حسین شاکرف نماینده کمیته دین صحبت کرد. بین المللی از فشار بالای آزادی‌های مذهبی شهروندان تاجیکستان در سالهای اخیر انتقاد میکنند. یکی از اندیشه‌هاشون این است که بعد بسته شدن حزب نهضت اسلامی در نتیجه به جای اسلامی معتدل زمینه‌های تندروی مذهبی در کشور مثلا فراهم می‌آورد و پیامدهای آن برای تاجیکستان فاجعه بار. نظر شما چی است؟ بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این در مقام وکالت رای به کارهای دین داخل نمیشه. این با خلاصه مقامات داخلدار پیوسته در حالت صادر کردن جنایت ها، چون که شما خوب آگاه هستید، یعنی فعالیت آنها در قلمرو جمهوری با قرار سودی عالی جمهوری تاجیکستان بسته شده. البته بعد از بسته شدن یعنی ما پیروان اونها با جوابگری جنایی یعنی کشیدن امروز ها یعنی که پرونده جنایی اونها مثل در سودی عالی جمهوری تاجیکستان یعنی که ادامه داره.
چی خیلی شد که برخی امام خطیبانی که کمیته دین تصدیق کرده بود با عضویت سازمان‌های ممنوع مثل اخوان المسلمین متهم شدند. در این باره رسانه‌ها هم زیاد نوشتند. اکثریت آنها گرچند که خادم دینی نباشد، یک دو نفر آنها خادم دینی بودند که پیش از آن که ما آنها را با وظیفه کردیم با مقامات‌های داخلدار هماهنگ ساخته بودیم و یک قسمی آنها پیش از آن که ما فعالیت آنها را وایکنی با مقامات کردیم، خلاصه منفی گرفته بودم و از وظیفه خود کردم برکنار کرده شد. در مجموع 14 نفر. در مجموع 14 نفر است که امروز پرونده هم برام کنیم ماموری و هم این جنایت آغاز کرده شده است. امروز مقامات این سر این مسئله کار برده شدند. از روی کمیسیون شما در مسجدها از روی کدام معیار معین میکند که طرز نمازگذاری شخص خلاف به معیارهای مذهب حنفی است؟ کار این کمیسیون از روی کدام قانون تنظیم می شود؟ یا آیا واقعا چون یک کمیسیون هست؟ فعالیت همه اعتقادی همه شهروندان آزاد گذاشته. کسی که خواهد به کدام دین پیروی میکنه یا که پیروی نمیکنه، یا همراه دیگران یا که طریق انفرادی، یعنی همون مذهب رو اختیار میکنه. لیکن در عبادت کردن دست در جامعه اعضایان هیئت مؤسسان نظامنامه خود را تهیه کردند که پیروی به کدام مذهب بودنشان در آن قید کردند. کلا اکثریتی که ما پیروان در جمهوری پیروان مذهب حنفی هستیم، یعنی مردم یعنی نمازگزاران و اون هیئت مؤسسان درج کردند که ما پیروی مذهب حنفی میباشیم و در همون مشروعی که در نظامنامه‌شان درج کرده است که ما پیروان مذهب حنفی میباشیم، اونها به طریق حنفی نماز خود را میگذارند و کمیسی‌های آداب در مسجدها یعنی تأسیس داده شده است که روند یعنی اخلاق و یعنی نظام خود مسجدها را نظارت میبرند. حسین شاکرف همچنین گفت که 10 منصبدار تاجیک را برای برگزار کردن جشن و مراسم‌های باشکوه و سرخرج جریمه بستند و گفتگوی کامل نماینده کمیته دین در وبسایت azadi.org. دادگاه عالی قرقیزستان حکم زندان یک عمری عظیمجان اسکرف، یک حامی حقوق بشر را به اعتبار کرد و برای بازبینی بعد دادگاه ولایت چوی فرستاد. روز 12 ایول ضمن بازبینی پرونده در بیشکک عظیمجان اسکرف در تالار حضور نداشت. عظیمجان اسکرف شهروندی ازبک تبار قرقیزستان را سال 2011 با گناه برانگیختن عداوت ملی و قتل یک افسر در جریان مناقشه های قومی سال 2010 در قرقیزستان و زندانی یک عمری محکوم کردند. در نزاع‌های بین اقلیت‌های ازبک و قرقیزها در جنوب قرقیزستان در سال 2010 صدها نفر کشته شدند. عظیمجان اسکرف میگوید که پرونده وی انگیزه سیاسی دارد. حامیان حقوق از حکومت قزاقستان می‌خواهند عظیمجان اسکرف را رها کنند. اگر حکومت قرقیزستان بر طبق عهدهای بین المللیش رفتار کند، پس باید توصیه‌های کمیته حقوق بشری سازمان ملل را به اینابت بگیرد و حکم را به هیچ گونه تأخیر به اعتبار کند و اسکرف را آزاد کند. کمیته حقوق بشری سازمان ملل ماه اپریل امسال گفت که قرقیزستان هنگام بازداشت، تحقیق پرونده و محاکمه عظیمجان اسکرف برخلاف تعهدات و عهدنامه‌های بین المللی عمل کرده است. به زندان کشیدن خبرنگار ازبک همچنین مناسبات قرقیزستان و آمریکا را پیچیده کرد. الماسبک اتنبایف رئیس جمهور قرقیزستان گفت که امریکا با دادن جایزه حقوق بشر به عظیمجان اسکرف می‌خواهد کشورش را به هرج و مرج بکشد. بعد اعطای جایزه حقوق بشر به اسکرف، قرقیزستان یک سازشنامه همکاری با ایالات متحده را به اعتبار اعلان کرد. و ضمناً دادگاه عالی قرقیزستان گفت که بازنگری پرونده عظیمف را بعد از به دست آمدن به گفته دادگاه دلایل‌های نو شروع کرده است. رواج استفاده فناوری‌های نو به مثل تلفن‌های هوشمند و یا لوح‌های الکترونی یا پلنشت کار والدان و نگاهبینی کودکان در تاجیکستان را آسان کرده است، ولی از طرف دیگر پدر و مادران می‌ترسند که استفاده برزیاد تلفن و لوح‌های الکترونی کودکان را از جهان واقعی و معاشرت دور و به قول تاجیکان آدم گریز می‌کند. گزارشی برات یوسفی را می‌بینیم که از دوشنبه فرستاد. умайрро модараш парвина ба сайругашт ба боғи рӯдакии пойтахт овард. ҳангоми сайругашт низ ин кӯдаки 2,5 сола бо телефони модар саргардон аст.
من حالی به سن 3 نرسیده ولی میتواند با طریق وایبر به مادرم چی روان کند، اسمایلیک های هر خیلی گوناگون زنگ میزند، با طریق وایبر با گپ میزند. ба фарқ аз дигар фарзандони Парвина Саидова, часпу талоши Умайр ба телефон аз 6 моҳагӣ шурӯъ шуда буд. از یک طرف خرسند هستم که پسر من تکنیکای معاصره میفهمد، ولی از جهت دوم من شب خوب کردنش به افسانه گویی اوجه افسانه در کار نیست، گوش نمیکند. تلفن میگد تلفن کدی میتوند خوب رفته، ولی افسانه گو مگر نه. телефону планшет ва фановариҳои муосир ба бозича ва василаи дилхушии ҳазорҳо кӯдак дар Тоҷикистон табдил шудааст ва ин шавқу ҳавасу дилхушӣ баъзан ба вобастагӣ табдил меёбад. одами нест ки нигоҳ кунашад ба музика саргардон меша худаш кӯдак. агар на моҳай ба музика мемонам мешина нигоҳ карда гӯш карда ма корба карда мешинам. на ай пара нааст айдияти ҳами асаб вайрон агрессивнигӣ нервни кӯдак ай ҳолия дод мезанаю телефонҳо мепартоянатиём ҳаминос безед. волидон мутмаинанд ки ифрот дар истифодаи телефон аз сӯи кӯдакон боиси дур шудани кӯдак аз волидон ва канор мондан аз меҳри падару модар мегардад. камтар тарбият вай мешавад, дуртар мешавад. дар гузаштаи начандон дур китобҳои кӯдакона ва шеъру афсонахонӣ шуғли фарогири хусусан атфоли то синни мактабӣ буд. бо рушди фановариҳо кӯдакон пойбанди телефону планшет шуданд ки айни замон волидонро дардисар ҳам кардааст. و همین گزارش الهیده در شبکه رادیو آزادی در یوتیوب در شبکه آزادی ویدیو گذاشته شده است، در آنجا نیز میتوانید ببینید. و یکی از تئاترهای قدیمی در تاجیکستان 80 ساله می شود ولی هنرمندانش پنو پریشان شدند. تئاتر موسیقی مسکوی شهر خوروغ که در گذشته تماشابین زیاد داشت حالا خالیست چون شرایط کار و نمایش در آنجا سخت شده است. شهلای گلخواجه ما را به این تئاتر میبرد. تعمیر خوبم دید تئاتر، لیکن صحنه تئاتر جوابگوی تئاتر نیست. صحنه گرد نمیزند، پادوکای صحنه هم بینید که کم هستند، روشنی بسیار کمبغل است، قریب 2 متر روشنی نیست. ҷавобгӯ набудани толори театр ба меъёрҳои касбӣ ягона мушкилоте нест ки раҳбарияти театри мусиқӣ масакавии шаҳри хоруғ ба номи меҳрубон назаровро дар остонаи таҷлили 80-солагӣ ба ташвиш овардааст. маъмурияти театр мегӯяд гоҳо барои таҳияи намоишномаҳо сару либос ва ҷиҳозҳои зарурии саҳнавиро ҳунармандон аз хонаҳояшон меоранд то барои тамошобин пешниҳоде дошта бошанд. театри мусиқи масакавии шаҳри хоруғ барои 400 тамошобин пешбинӣ шудааст. тамошобинони ин театр бештар ба намоишномаҳои масакавӣ бартарӣ медиҳанд. ба гуфтаи раҳбарияти ин театр нархи чипта нисбат ба театрҳои дигар минтақаҳо арзонтар аст. کودکانه ما چیپتای 2 سومه در یگان جا نیست، در ما حالی هست چون به قشلاق جایها البته در قشلاق چند معلم کار میکنند، یک دکتر است، خیلی یک دو کسی دیگر یگان جای دیگر به کار میکنند. برای همین چیپتا ما مجبوریم ارزان کنیم، نمیخرند. ҳайати эҷодии театри мусиқи масакавии шаҳри хоруғ солона то 2 намоишномаро рӯи саҳна меоранд ки яке аз онҳо ҳатман барои кӯдакон таҳия мешавад. یک актёрро میپرسند که کدام نقش را میخوای بازی کرده؟ میگه نقش نابینا. چرا؟ میگه که تالار خالی را نبینم. از 10 نفره که اخیراً شعبه اکتوری دانشگاه صنعت کشور را ختم کردند و برای کار به این تئاتر فرستاده شدند، هیچ یکی از آنها حاضر نشد که فعالیت کاری خود را در این مؤسسه فرهنگی شروع کنند. نبود خوابگاه باعث شد که هنرمندان جوان کار در روسیه و دوشنبه و مضافات را انتخاب نمایند. و در جنوب تاجیکستان موسم جمع‌آوری حاصل خربوزه یکی از میوه‌های پالزی سرخریدار را شروع کردند. از جمله کشاورزان دهه سرخاب ناحیه فرخار که با خربوزه‌های شیرین خود معروف است، روزانه چندین تن خربوزه میچینند و به کلاب و دوشنبه میفرستند. کار در این کشتزار از صبح آغاز می شود و تا نیمروزی ادامه می کند و در یک روز از این میدان ها تا 3000 دانه خربوزه جمع می آورند. دهان اورس دهه سرخاب هم با فرارستن فصل گرما تعطیل تابستانه خود را با کشانیدن
تربوز و خربوزه میگذرانند تا برای سال تحصیلی آینده حداقل لباس‌های مکتبی بخرند. و اخبار بیشتر از این را در وبسایت آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، ادنا کلاسنیکی و یوتیوب پیدا کنید.